این داستان یک لحظه آلودگی ظاهر را تحمل می‌کنم. در ادامه همراه من باشین. روزی روزگاری در یک شهر پارچه فروشی داشت که در این پارچه فروشی شاگردی بود که هر روز صبح به مغازه می آمد. مغازه را آب و جارو می کرد و آنچه استاد بزاز به او می گفت بدون چون و چرا انجام می داد. روزها و ماهها گذشت و دیگر بزاز به ایمان و پاکی شاگرد اعتماد کرده بود. خیلی وقتها بدون اینکه به مغازه بیاید کارها را به او می سپرد. اما شاگرد در ظاهر این چنین بود و در باطن نیت‌های دیگری داشت. روزی از روزها که جوان در مغازه تنها بود، زنی برای خرید پارچه وارد مغازه شد. پارچه‌های مختلفی را دید، اما در نهایت چیزی نخرید. شاگرد پارچه فروش با خود فکری کرد که آمدن این زن به مغازه بی علت نیست و پیش خود فکر کرد که این زن عاشق و دلباخته او شده و به هر صورتی تصمیم دارد شاگرد پارچه فروش را به سمت خودش جذب کند. روز دیگر پارچه فروش و شاگرد هر دو در مغازه بودند. بار دیگر زن به مغازه آمد و پارچه زیادی خریداری کرد. پارچه ها آنقدر زیاد بودند که یک زن نمی توانست آنها را با خود حمل کند. زن به صاحب پارچه فروشی گفت: میبخشید، من تصمیم نداشتم این مقدار پارچه خریداری کنم، اما الان که نگاه میکنم پولم کافی نیست. اگر امکان دارد شاگردتان به همراه پارچه ها به منزل من بیاید تا من مابقی پول را به او بدهم. در ثانی بردن این مقدار پارچه برای خودم امکان پذیر نیست. پارچه فروش شاگرد خود را همراه زن فرستاد. شاگرد فکر میکرد که زن در منزل همه چیز را برای او فراهم کرده است. تمام اهل خانه را بیرون کرده و کسی در خانه نیست. شاگرد همراه زن وارد خانه شد و به محض ورود پشت زن تمام درب‌های خروج را بست. سپس او از شاگرد پارچه فروش خواست که بنشیند تا برای او پول را بیاورد. زمانی که زن برگشت دید که جوان تمام درها را بسته و منتظر اوست. زن فهمید که شاگرد چه دامی برای او پهن کرده است. زن جوان ترسیده بود و هیچ فکری نمی کرد به این آسانی عفت و تقوی او از میان برود. او چاره‌ای جز تسلیم نمی دید. اما فکری مثل برق از خاطرش گذشت. یک راه باقی بود. در ذهن خود گفت: کاری می کنم که عشق این مرد تبدیل به نفرت شود و خودش از من دست بردارد. اگر بخواهم دامن تقوا از آلودگی حفظ کنم، باید یک لحظه آلودگی ظاهر را تحمل کنم. به بهانه مستراب از اتاق بیرون رفت. بعد از کمی با سر و صورت و لباس آلوده از مستراب برگشت و به طرف مرد آمد. تا چشم آن مرد به زن افتاد، روی در هم کشید و فوراً از منزل او خارج شد و از شهر فرار کرد. راستی نظرت برام مهمه. حتما در قسمت کامنت ها درباره این داستان برام بنویس. خوشحال میشم که با لایک و سابسکرایب کانال ما رو حمایت کنید.